دوستا سلام. ما شاه محمد رئیس هستم. دوستان گرامی، امروز برنامه دوم در مورد شفیع یار براتان پیشکش میکنم. صحبت های مرا به دقت گوش کنین تا جایی که به نظرتان منطقی میرسه لطفا تا میتونین این را شیر کنین. بعد از ویدیوی اول بعض از دوستا گفت باید با خود شفیع یار زنگ بزنی. آدم بسیار نترس است، آدم بسیار فوق‌العاده است، همراه بحث میکنه، گپ میزنه. خب بالاخره ما روز شنبه گذشته برش زنگ زدم در پروگرام لایفش، خودم معرفی کردم. ما سلام گفتم جناب شفیع یار، ما شاه محمد رئیس هستم. خودم معرفی کردم و قبلا هم برش زنگ زدم 2-3 روز پیشش. خب شما شاهد بحثی که بین ما در گرفت، شما شاهد بودین چیزایی که او گفت. ما با سلام شروع کردم و فقط یک سوال داشتم. ما یک انسان هستم در حدود 70 سال، تقریبا 70 سال، به اصطلاح یک موی سفید، و این اولین صحبتی که به من میکنه مرا غول میگه. ما به خاطر در مقابل غول گفتن شخص العمل نشان ندادم. شما شاهد هستین که من هیچ نگفتم، به خاطر از اینکه او کل مردم افغانستان بارها غول میگه. میگه کل مردم افغانستان غول است. کل کابل میگه فاحشه خانه بود 20 سال اخیر. کل کابل هیچ بدون استثناء فاحشه خانه بود. خانه صدها هزار دانشمند، استاد، انجینر، دکتر، همه میگه فاحشه خانه بود. خب به خاطر از این عکس العمل نشان ندادم. سوالم شما شنیدین، تکرارش ما اینجا نمیگم براتان و جواب از اونم شنیدین. فقط یک نکته میگم، یک کلمه میگم براتان که آزادی بیان و توهین به دین انسان، با خود انسان شاید آدم آزاد باشه که کس را توهین کنه یا یک رئیس جمهور را توهین کنه، اما با یک دین تقریبا بالای 1,000 میلیون انسان را توهین کردن در امریکا گفتم اجازه نیست. و شما همه چیز شنیدین و گفت که تو غول هستی، ما اجازه دارم در اینجا که هر چی بخوایم بگویم. خب هر امروز یک سوال جدید و تازه طرح میکنم از شفیع یار و از طرفدارایش. سوالی است که آیا اگر یکی از اقاربتان از شفیع یار و طرفدارایش فوت میکنه، میمیره، شما با کدام دستورالعمل او را دفن میکنین، خاک میکنین؟ آیا مولوی ختم با ملا و مولوی ختم قرآن میکنین، جنازه میگیرین برش، و یا کدام دستورالعمل دارین؟ و عروسی چه قسم شما میکنین؟ آیا با سنت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عروسی میکنین یا نکاح میکنین یا کدام دستورالعمل دیگه دارین؟ این سوال است. امیدوار هستم که باز حتی اگر مرا غولم بگوید پروانه داره، خدا کنه که بتانه جواب بگویم. ما براتان پیش از پیش میگم جواب نداره. به خاطر از این جواب نداره در مقابل از این سوال که دین از زندگی انسان ها، خصوصا افغان ها، جدایی ناپذیر است. اما قسمی که یک مولکول هیدروژن 2 مولکول اکسیژن آب تشکیل داده، اگر شما اکسیژن از هیدروژن جدا میکنین دیگه آب نمی باشه، میره به هوا. هیدروژن گاز است، اکسیژن هم گاز است، به هوا میره. این قسم اگر دین شما از جامعه افغانستان جدا میکنین، این ناممکن است. ما به اندازه یک پر مگس بیارزش میشیم و باد میبره ما را بر هوا. دین تمام شونات زندگی ما با دین وابسته است و دینی که امروز در حال شکوفایی است. امروز شما شاهد هستین دین اسلام یگانه دین است که رو بر رشد هست و به سرعت میره به طرف جهانی شدن، با سرعت جهان تسخیر میکنه. شما شاید می باشین، حتما این گپ مرا به خاطر داشته باشین که یک روز حتما یکی از اتاقای قصر سفید نمازگاه و مسجد یک رئیس جمهور مسلمان امریکایی می باشد. این 100% امکان داره
و در آینده بسیار نزدیک امکان داره. چرا مسلمان ها در پارلمان های کشورهای امریکایی، کانادا، اروپا در همهشان است. 20%، بالای 20% جمعیت اسرائیل مسلمان است، بالای 20%ش، که یک رقم بسیار کوچک نیست، یک رقم بسیار بزرگ است. این سوال ما مطمئن هستم جواب گفتن نمیتونه و ما از دوستا خواهش میکنم که در برنامه لایفش زنگ بزنن و این سوال بار بار از پیش بپرسن تا جواب بدن، چون آواز ما را میشناسه، دیگه فکر نمیکنم که با ما جرأت سخن گفتن داشته باشه. خب به هر حال ما قرآن از نظر کتاب شناسی براتون توضیح دادم، 4 بخش تقسیم کردم. از نظر خود قرآن، نفس قرآن، دانشمندای قرآن شناسی به 4 بخش تقسیم میکنه، اما ما از نظر کتاب شناسی براتون متن قرآن میگم. یکی جهاد بود که براتون توضیح دادم، یکی مغز بشریت است، مغز بشریت در کار مندازه و شما این حال فکر کنین که چیزهای نمادین و سمبولیک 1400 سال قبل در قرآن یادآوری شده. عظمت و بزرگی قرآن در اینجا معلوم میشه. و تاثیر قرآن، امی آیات نمادین و کل قرآن در سر تمدن زبان فارسی آنقدر زیاد است که تقریبا تمام اشعار حافظ اشارات داره از آیات قرآن، تفاسیر است از آیات قرآن. از مولانا به نهایت زیاد عشق در اشعار مولانا به اسلام، به قرآن، به محمد صلی الله علیه و سلم و به حضرت علی کرم الله وجهه دیده میشه، به نهایت زیاد. اما شعر معروفش است، شما حتما بسیار دوستا شنیدن شعر معروف مولانا را: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی و دت ملولم انسانم آرزوست. گفت یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. زین امرهان سست تناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم داستانم آرزوست. امروز امرهان سست تناصر کیستن؟ وقتی که مولانا چراغ گرفته بیرون شهر پشت انسان میگرده داخل شهر، خب من نیافتم، در داخل شهر کلگی حیوانات وحشی هستند، جنورای وحشی هستند. دل مرا گرفته، دی و دد هستند. ما پشت انسان میگردن. گفت یافت نمیشه، ما بسیار گشتیم، بیهوده میگردی. گفتم او که یافت نمیشه، امو رو ما میخوایم. زین امرهان سست تناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم داستانم آرزوست. دوستایی بسیار یک بیت قشنگ است. امرهان سست تناصر کیست؟ دیروز ملت مجاهد افغانستان تفنگ چرایی پای برهنه در کوه جهاد میکردن به خاطر که میگفت دین ما در خطر است. امروز امی مجاهدین متاسفانه امرهان سستنسر هستند، امرهان سستنسر قرآن و مکتب قرآن هستند. در مقابل شفیع کاملا خاموش هستند، یک کلمه حرف نمیزنند. امروز خود جهاد بسیار آسان است، جهاد بسیار آسان است. امروز میتونین یک هشتگ لعنت به شفیع عیار بنویسین، صدیق چکری باید بنویسه، فاروق وردک باید بنویسه. تا دیروز گلون پاره میکردن که میگفت ما مجاهد هستیم، ما جهاد کردیم، ما اسلام را نجات دادیم. امروز اسلام در خطر است. توهین که شفیع عیار با اسلام، با قرآن، با محمد میکنه در قرنها نشده، هیچ کس نکده، حتی همون شوروی ها هم نکده بودن، حتی همون لینن هم نکده بودن. مقدر توهین و تحقیری که میکنن، بسیار احترام داشتن با مسلمان ها. امروز اصلا روز جهاد امروز است. سراسر حرفهای شفیع عیار پوچ و بی مفهوم است و این طرفدار واقعا نداره که مردم ترسیده که والای بسیار طرفدار داره و بسیار فالوور داره. اصلا هیچ کس نداره. 4 نفر گی که شما برنامه زندهش بشنوین، فقط دقیق واضح و روشن میبینین که 4 نفر گی برش زنگ میزنه، I love you برش میگه.
این برنامه را شما برنامهش تجزیه و تحلیل کنین، ما تعجب به تلویزیون افغانستان اینترنشنال میکنم که چطور در مقابل تر یک فتنه بزرگ، یطور یک تهدید بزرگ خاموشی انتخاب کرده. یک خبر مثلا میگه که در زابل سیم کارت منع کرده طالبان هم که زنا حق نداره که سیم کارت در زابل بخره. این را سرخط خبرها 3 روز پای هم اعلان میکنن. خب این چی تهدید است؟ این کدام تهدید جدی نیست. و یک زن نمیتونه بره همسایه خدا بگه بره، اگر هیچ کس نداره. اگر کس داره شوهرش بره برش بخره، برادرش بره برش بخره. اما این تهدید بزرگ در مقابل از این خاموشی اختیار کردن بسیار وحشتناک است. این تحلیلگرای سیاسی، عزیز مارج، فاطمی، اینا همه از یا مسئول هستند. همهشان مسئول است. باید تحلیل کنند، باید تجزیه کنند، باید بگویند برای ملت افغانستان، برای این ملت مظلوم که دیروز جانای شیرین خود به نام اسلام فدا کرد و یا رهبرا جیبای خود پر کردن، یا باید تحلیل کنه. تحلیلگرا بگوید که شفیع یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه که ما مشکل خود یک طرفه کنیم، و اگر دروغ میگه فقط آسان یک کلمه هشتگ لعنت به شفیع عیار بنویسد. دوستای گرامی، در قرآن عظیم شان یک نکته غلطی نیست. یک نکته بهترین کتاب بشریت است. آنقدر چیزای خوب در قرآن است که در هیچ کتاب بشریت نیست تا به امروز. چند کتاب ما به شما معرفی میکنم که در دانشگاه های بزرگ دنیا، از کالیفرنیا دانشگاه لس آنجلس گرفته تا دانشگاه سوفیا در توکیو ژاپن، در این دانشگاه ها چند کتاب های مست رید است به انگلیسی براتون بگویم، یعنی کتاب های که حتما باید بخوانند. تا یک کتاب ها را یک دانشمند ژاپنی نخواند، دکترایش برش کس امضا نمیکنه، برش دکترا نمیده. او کتاب ها کدام کتاب است؟ یک کتاب اینی کتاب است، Ideological Tolerance in Islam. The Boundaries of Ideological Tolerance in Islam. مرزهای تحمل ایدئولوژیکی در اسلام، از محمد غزالی است. این کتاب آکسفورد چاپ کرده تا که یک دانشمند فلسفه دانشگاه فلسفه، تا که یک دانشمند فلسفه در دانشگاه کتاب نخوانه دکترایش نمیته برش. و این کتاب الهام از قرآن است، دقیق الهام از قرآن است. یک کتاب دیگه است از آدم صناعی علیه رحمه به نام حدیقت الحقیقه یا The Walled Garden of the Truth. اینا همه تفسیر آیات نمادین قرآن هستند. تا این کتاب حدیقت الحقیقه را در دانشگاه فرانسه، جرمنی کس نخوانه، دکترایش کس نمیته برش. یک کتاب دیگه است از شیخ فریدالدین عطار، The Conference of the Birds. این دقیق تفسیر آیت امو غوچیک های پرستوهای خرد که سنگریزه ها را میرن در آسمان سر لشکر فیل کفار میریزن، دقیق از امو احلام گرفته. چند تا پرنده بسیار کوچک و ناتوان با هم یک جای میشن، تصمیم میگیرن که برن قله کوه قاف تسخیر کنن. وقتی که 30 دانه مرغ ناتوان یک جای میشه، میبینن که بالای بسیار توانمند داره و بسیار بلند پرواز میکنه. آنقدر قدرتمند میشه که میرن کوه قاف تسخیر میکنن. این سمبول بسیار بزرگ نمادین قرآن پاک است، از معجزه‌های قرآن است که یعنی اگر اتحاد داشته باشیم، یک ملت بسیار ضعیف و کوچک ناتوان با ضعیفی یک پرستو میتونه قلعه کوه را تسخیر کنه. یک کتاب دیگه است، کتاب Walled Garden of the Truth از آدم صناعی.
اما قسم کتاب های دیگه است. این کتاب ها مست چیز است تا بدون از این کتاب ها هیچ کس شهادت نامه و دیپلم فراغت از دانشگاه فلسفه و حکمت نمیتونه بگیره. اما قسم یک بخش دیگه قرآن دعا و نهایش هست که ما با خدا دعا میکنیم. بهترین دعا است برای تسکیه نفس انسان، برای آرامش روی وجدان انسان. آنقدر انسان آرامش میبخشه، آنقدر انسان آرامش میبخشه دعا که بی نهایت زیاد. دیگه بزرگی قرآن هر چقدر که من یاد کنم از نظر کتاب شناسی، تا جایی که ما 50 سال از با دستهای خود ما اضافه از صدها هزار کتاب تا بالا کردیم، ورق زدیم از دانشمندای داخلی و خارجی، از همه. گویته شما اگر میخواین تفسیر قرآن بخوانین، اگر سوال در مورد قرآن دارین، آثار گویته را بخوانین. گویته از حافظ الهام گرفته و حافظ شاگرد مکتب قرآن است. بیدل فارغ تحصیل مکتب قرآن است. آنقدر عشق و علاقه بیدل به قرآن داشت، با محمد و اهل بیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت که هیچ شاعر نداشته. یک بیت بسیار مشهورش هست: از زلالت تا هدایت نیم گام بیش نیست، هر کی در لا ماند و در علا نیامد کافر است. شفیع عیار شعرهای بیدل که میخوانم و مطمئن هستم سواد اعظم اصلا نمیفهمم کدام چی است. کسی که بیدل شناس است باید سواد اعظم بیدل از یاد داشته باشد. تقریبا 100-200 غزل بیت یک غزل است. این شعر میگه از گمراهی تا هدایت نیم گام نیست، یک فقط در یک قدم. شفیع عیار یک قدم که ورداره به طرف هدایت مسلمان میباشه. این فقط میگه که هر کی در لا ماند در الله نیامد کافر است. در لا ماندن چی معنا میده؟ معنای لا ماندن این که ما کلمه را میخوانیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما اول لا میگیم، اول میگیم خدا نیست. اول باید بگیم که خدا نیست، بعد از اون بگیم بجز از خداوند یکتا و محمد صلی الله علیه و سلم رسول خدا. این ده اینجا کافر. خود بیدل واضح شفیع را میگه کافر است. باز جزای کافر چیست؟ میگه فرق پیدا میکند بین مرد و نامرد امتحان. امی بیتام در سواد اعظم بیدل است. فرق پیدا میکند بین مرد و نامرد امتحان، آبروی ذوالفقار از سعی دست حیدر است. ذوالفقار یک نام افتخاری بود که با شمشیر حضرت علی کرم الله وجهه داده بودند و این شمشیر که سر کفار می برید آبرومند میدانه. یعنی هر قدر سر که شمشیر حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بریده، همش آبرومندانه بوده، به خاطر نجات بشریت بوده از چنگال دی و دد، به خاطر نجات بشریت بوده و بشر نجات داده. دیگه شما میبینین که بیدل حافظ، سراسر حافظ، اشعار حافظ اشارات به قرآن است. آیات قرآن تفسیر کرده، آیات قرآن تشریح کرده، سراسر، یکی دو تا نه. و تشویق میکنه انسان ها را به نماز خواندن. میگه دعای شب آی صبح کلید گنج مقصود است، به این راه و روش میرو که به دلدار پیوندی. نماز شب که میگه میخوانی و نماز صبح که میخوانی، یک دعا میکنی با خداوند، حتما به مراد دلت میرسی. ما تعجب میکنم که چرا افغان ها که در اروپا و امریکا تحصیل کردن و حرف های شفیع عیار گوش میدن، چرا نمیرن ترجمه و تفسیر قرآن از حافظ نمیشنوند؟ مثنوی، حکایت های بیشتر مثنوی اشاره به قرآن است. تفسیر قرآن است به زبان فارسی میگن، ترجمه قرآن به زبان فارسی است. چرا مثنوی نمیخوانند؟ من نمیفهم چرا تفسیر بوهان دزمیر نمیخوانند. هم به زبان دری فارسی است و هم به زبان پشتو.
قرآن بسیار زیاد است، در هر جای و در هر کتابخانه است تفسیرات. شما تفسیر از اونجا بخوانید. یکی از خواهرای ما یک روز دمی تازگی ها برش زنگ میزنه، بسیار مؤدبانه از پیش سوال میکنه، میگه از خودت یک سوال دارم که در دنیا 1 بیلیون یا 2 بیلیون مسلمان کس هیچ کدام از این عقل نداره، فقط تو عقل داری که قرآن میگه غلط هست و پیغمبر توهین میکنی. چوب میمونه، جواب گفتن نمیتونه. خب میگه یک تمسخرآمیز، میگه خود تو قرآن خواندی؟ میگه ما خوانده. میگه بگو یکی خب میگه قل والله احد الله الصمد. خب بگو چی مانا؟ باز میگه تو ماناش نمیفهمی، باز خود از تمسخرآمیز تمسخرآمیز میخوانه که خب خدایا شکر که برای ما یاد دادی که تو بوبو نداری، که تو فلا. اینقدر کوچه و بازاری، اینقدر توهین و تحقیر. خدا شاهد است که ما برنامه زیر نمیشنیدم و خاطر از ما که دیدم تعجب کردم که چرا کلگی مرده، کلگی خاموش است. چرا حفیظ منصور صدای خدا بلند نمیکنه؟ چرا فضل احمد معنوی صدای خدا بلند نمیکنه؟ چرا استاد سیاب خاموش است؟ چرا گلبدین نکمتیار خاموش است؟ مرا بسیار دوستا توصیه کرد که گپ نزن، بسیار آدم خطرناک است. کلگی را چی که ما گفتم ما تنها استاد میشم، با خدا تنها استاد میشم. میرم در مقابل سفارت امریکا در لندن هستم، یک پلاکارد نوشته میکنم که توهین و دین مقدس اسلام نکن از سرزمین امریکا. همونجا خیمه میزنم تک تنها خودم. خب عطا محمد نور او خب باشه، میام خود از یک قصه و داستان بسیار جالب داره که ایندیا یک چی میکرد، یک اصطلاح داشتن ایندیا، چمچه یعنی قاشق یک روز دادان یکیست، یک روز دادان دیگه. امی شفیعیار یک بسیار دیر زمان چمچه استاد عطا بود. بشر دوست توهین و تحقیر میکنه که در پارلمان کار میکرد، ماش میگرفت از امریکا، از کفار. این خائن است، بشر دوست خائن است. کل اعضای پارلمان خائن بود یا ماش میگرفتن. و عطا محمد نور که والی از رژیم و نظام بود، عطا محمد نور که یک چند وقت کمر اشرف غنی را بسته کرده، چمچه از او شده بود. شب و روز درباره از این صحبت میکرد، تعریف میکرد گپای از این. یکی از دوستا با ما گفت که $60,000 از عطا محمد نور شفیعیار گرفته و این خاطر چمچه گری میکنه. دوستا امی برنامه را دمیجا با پایان میرسن. فقط در آخر با طور کلی ما برنامه شفیع عیار که دیدم، ما به یاد مداری های شهر کابل و مزار شریف هرات افتادم که در اونجا مداری ها بودن و مردم دور خود جمع میکردن و صحبت های چرب و نرم میکرد و که میگفت من موش خورما و ما را برتان جنگ مندازم و چطور چیکار. و این مداری ها 2 شاگرد میداشتن، یکی 2 شاگرد میداشت و شاگرد خود جنبوره میگفت. من نمیفهم جنبوره چی معنا میده، شاید یک کلمه هندی باشه، اما جنبوره یعنی شاگرد مداری. شفیعیار تمام برنامه‌اش فقط خودش هست، چند تا جنبوره و یک چند تا آق پدر و مادر. دوستای گرامی، اگر این فتنه را در مقابلش همه مردم نخیزه، تلویزیون افغانستان اینترنشنال سر از این برنامه نگره، اگر سایت های اینترنتی سر از این برنامه نگره، مسئول هستین شما میبینین 4 نفر آق پدر و مادر در برنامه از این زنگ میزنن و مثال زندهش پسر محترم سید مخدوم رهین است که چی یک نویسنده خوب است. با خدا ما یک داستان کوتاه از این خوانده بودیم، مجموعه داستان کوتاه، آنقدر زیباست به نام چوبخط یادگاری. این دانشمند در خانه از این شفیع عیار که نفوذ میکنه، اگر برنامه از این مردم جلوش نگیره، فردا در خانه کل مردم نفوذ میکنه. و بچه سید مخدوم رهین، آق پدر و مادر، علیه مادر خود گپ میزنه
شما فکر کنید او مادر که نو مادر شکم خودی را پروردنده، در آغوش و در بغل خود سید مختوم را اینی را بزرگ کرده و امروز اینیوی بلا در خانه ازی در آمده، فردا در خانه دیگه، در خانه دیگه، همه قسم سر کل مردم تاثیر میکنه اگر جلو ازی گرفته نشد. فقط لطفا یک اشتک لعنت به شفیع عیار بفرستین و انشالله زبانش قطع میشه، دیگه اصلا برنامه اجرا نمیکنه. هیچ نفر نداره، کل نفرای شفیع عیار به اندازه 1% دکتر ذاکر نایک نیست. شما ببین دکتر ذاکر نایک در تالار که سخنرانی میکنه گپ میزنه، در او تالار واقعا 3000 4000 5000 نفر ششته، از اقشار مختلف، از سنای مختلف، مرد و زن، از ادیان مختلف در اونجا ششته سوالا را مطرح میکنه پرچالش و ذاکر نایک بر از او جواب میده و فالوورای از او میلیون ها از دکتر ذاکر نایک در یوتیوب و فالوورای شفیع عیار دروغ خودش میگه که ما برنامه زنده ما برای مناظره نیست، دوستا ما مناظره نمیکنه، میره بعد از 40 سالی گپ زده هر روز در برنامه زنده خود میگه بیاین خیلی مناظره کنین که ما بیاین استاد شیم، ما هزار غلطی از قرآن میکشم براتون. وقتی که ما برش زنگ میزنم باز مرا غول میگه و میگه که تو ریش نداری، ما همراه تو مناظره نمیکنم. و یک مثال بسیار جالب دادی، مثالش واقعیت داره به خدا. این بار اول است که یک کلمه راست در چی گفته در زندگی خود شفیع عیار گفته. ما بسیار خوشحال شدم که حداقل یک آدمی که کل زندگیش روی دروغ و فریب است یک کلمه راست هم میگه. و مثال تو گو ما $1,000,000 دارم و تو $10 داری، ما که تو قمار نمیزنم، بس مناظره نمیکنم. و این واقعیت هم میگه، به خاطر از این آنقدر بی ایمان است سر گفته های خود، میفهمه که یک آدم داریم $10 کل پیسه و آبروی مرا میبره. آلی واقعا آبروی خود برده، آبروی زیریخته، پیسه $1,000,000 قایم گرفته که باید نبازه. گپ دیگه طرف رفت معذرت میخواه مداری بریا این مداری مردم دور خود جمع میکرد و جنبورایایش برش چک چک میکردن. اما قسم در برنامهش زندهش هر کس که زنگ میزنه باز در پشت هر یک جنبورای از او طرف زنگ میزنه یا یک گی زنگ میزنه که شفیع عیار I love you و یک جنبورای میگه و تایید گپ شفیع عیار. باز خلطه خود از پیسه پر کرد، مردم میگه چی شدی مشخورما و ما را جنگ ننداختی؟ یک دوام میزنه میگه فلان گفت و فلان باور کرد، خود خر میگه و دیگر هم فلان خر میگه باور کرد. مردم یک دوام میزنه، هم خود دوام میزنه هم مردم دوام میزنه. حال در دور پی تو ما 500 روپا مشخورمای خود زخمی بسازم. خلطه خود میگیره، خلطه چرک خود از پیسه پر میکنه میگیره میره شب در خانه که در جنبورای خود ساعت خود تیر میکنه. دقیق برنامهش هم قسم یک برنامه است. میگه در برنامه زنده ما 2000-3000 نفر زنگ میزنه، دروغ میگه، یک دروغ بسیار شاخداری را میگن. دروغ به خاطر از اینکه 2 ساعت برنامه اگر 1 دقیقه سوال شود 1 دقیقه جواب شود 2 دقیقه 2 ساعت 120 دقیقه است. 60 نفر اکثر 60 نفر میتونه گپ بزنه. 2000-3000 نفر میگه کاملا دروغ میگه. اونو دکتر ذاکر نایک دکتر از دکترا داره در اسلام شناسی و هیچ چیز نداره، اصلا هیچ درس نداره، هیچ تعلیم نداره، هیچ تربیه نداره، تربیه فامیلی نداره. با زنا بسیار بزشتی و تمسخر و ریشخندی صحبت میکنه، با مردا، با جوانا، با ریش سفیدا. ما آزرده نشدم وقتی که مرا غول گفت، به خاطر از اینکه من یک آدم 70 ساله سرسفید بر از این با بسیار احترام زنگ زدم. بخاطر ما از دیگه افغانا زیاد نیستم، مرا کم دشنام داده، بسیار دشنامای غلیظ میده. دکتر ذاکر نایک امروز یک افتخار بزرگ دیگه بر اسلام است، برای مسلمان است که بازی های قطر دکتر ذاکر نایک با تبلیغ خود افتتاح میکنه و اولین بازی های المپیک است
که با آیات قرآن شروع میشه و شراب منع در اونجا است. اصول 100% قرآنی و خود اسلامی را در اونجا تطبیق میکنن و در بهترین شهر دنیا، در بهترین شهر روی زمین، شهری که ساختن 200 چند بیلیون دلار مصرف کردن که مقبول ترین، زیباترین، اسمارت ترین، هوشمندترین شهر دنیاست. شهرهای اسلامی از تمدن اسلامی است، شهرهای اروپا و غربی کم نیست. استانبول بسیار کم شهرهای اروپایی و زیبایی استانبول است. همین خود شهر تهران با وجودی که تحریما بوده آنقدر زیباست که عد و حدود نداره. در شهرهای اسلامی یهود، هندو، شیعه، سنی، عیسوی اما برادرانه زندگی میکنن. در کابل ما یهود داشتیم، در هرات یهود داشتیم. این جریان‌های اخیری که راجع به جنگ هاست ما در برنامه دیگه خود میگم، این هیچ ربط به خدا و قرآن و اسلام نداره. شورای ابریشم از تمدن اسلامی میگذشت. اگر تمدن اسلامی یک تمدن شگوفا و انسانی نمی بود، امروز رای ابریشم نمی بود، به خاطر که سر رای ابریشم است. شعر بسیار معروف صاحب تبریزی، تبریز با کابل تقریبا اضافه از 3-4 هزار کیلومتر دور است. از تبریز کابل آمده و شعر معروف خدا می سراید که خوشا عشرت سرای کابل و دامان کوسارش، که مژه بر دل گل می زند مژگان ارخارش. ز زیبارویان پشت بامش چی دانی، هزاران خورشید تابان. فراموش کردیم، بسیار معذرت میخوایم. خب هدفش همیست که هزاران خورشید تابان در پشت هر بامش. میگه کاروان مصر دیدم در بازارش. کاروانا رفت آمد داشتن از تمدن اسلامی. آنقدر امن بود، آنقدر انسانی بود، آنقدر 1000 سالی تمدن خدمت و انتقال کالا و تجارت و فرهنگا بین غرب و شرق بوده که هیچ جایی نبوده، هیچ تمدن نبوده. و این حال شروع کرده که سرچور و چپاول غارت مسلمان ها در سر از این گپ میزنه، برنامه میگیره. تاریخ خود سر از این مسئله بعداً گپ میزنم. اینجا ویدیو خود خلاص میکنم. شما را به خداوند پاک میسپارم. تشکر.